به نام خدا. سلام گرم عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که دوره دارت ما رو دنبال میکنن. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این قسمت میخوایم آموزش بدیم که چجوری در واقع زبان دارت رو روی سیستممون راه اندازی بکنیم و بتونیم دیگه دورمون رو در واقع شروع بکنیم. بچه‌ها، قبل از هر چیزی ما نیاز داریم تا از یه تحریم شکن استفاده کنیم. با توجه به اینکه کشور ما جزو لیست کشورهای تحریمی هستش، خب دسترسی راحت به این که ما بخوایم دارت رو راه اندازی کنیم نداریم. بالاخره یه سری جاها نیاز داریم دانلود کنیم، آپدیت کنیم، در واقع یه سری بسته ها رو به روز رسانی کنیم. نیاز به تحریم شکن داریم. گفتم خیلی خوبه که تو همین قسمت اول از همه با هم دیگه چند تا تحریم شکن رو آشنا بشیم، نحوه کار کردنشون رو، و حالا بعدش بریم سراغ این که خود در واقع دارت رو راه اندازی کنیم. خب اولین تحریم شکنی که من میخوام بهتون معرفی کنم تحریم شکن بگذر یا بگذر حالا هستش. این آدرسشه، میتونید بیاین وارد سایتش بشید. این تحریم شکن ها بچه‌ها به کمک DNS، تغییر DNS کار میکنن. بعد DNS ست کنید. چجوری DNS ست کنید؟ میایین از طریق اینجاها جستجو میکنید کنترل پنل، یا حالا اگر کنترل پنل تو جستجو نیامد ویندوز آر رو که بزنید توی تب ران بنویسید کنترل پنل، هیچ فرقی نمیکنه. با هر دو تا روش در واقع شما دسترسی دارید. وارد کنترل پنل که شدید، حالا من از ویو کاتگوری دارم استفاده میکنم. نتورک اند اینترنت، نتورک اند شیرینگ سنتر. حالا همیشه اینجا رو خودم شک میکنم. چنج ادپتر، ستینگ، و حالا اون دستگاهی که بهش وصل هستید رو انتخاب میکنید. پراپرتیز. معمولا من دیدم این سرویس ها با IPv6 مشکل دارن. اول از همه IPv6 رو غیر فعال کنید. بعدش این IPv4 رو انتخاب میکنید. اینجاها use the following DNS server addresses رو میزنید و حالا اینجا این دوتا آدرسی که قرار داده شده رو باید در واقع اینجاها پیست کنید و بعد اوکی رو بزنید. ترجیحاً حالا اون محیطی که برای برنامه‌نویسی هست یا مرورگر، اینا رو یه بار ببندید، باز کنید تا در واقع از این سرویس DNS بتونید استفاده بکنید. من از بگذر در حال حاضر یا بگذر حالا استفاده نمی کنم، اما گفتم بهتون معرفی کنم. ممکن این سرویسی که من استفاده کنم یه روزی از کار بیفته. خوبه که چند تا سرویس رو همیشه در نظر داشته باشیم. یه سرویس دیگه که خیلی معروفه سرویس شکنه. باز به همون روش دیگه، دوتا DNS داره. DNS هاشو باید توی همون محلی که بهتون نشون دادم بنویسید و حالا خوبش هم اینه که مثلا اینجا بهتون نشون میده دیگه، میگه که شکن برای شما مثلا فعال هست یا فعال نیست. معمولا هم میگم اگر IPv6 فعال باشه، اون تیک IPv6 باشدش، معمولا این تغییر DNS ها جواب نمیدن، بهتره غیر فعالش بکنم. خب اما این سرویس دیگه که من استفاده میکنم سرویس 403 هستش. سرویس 403 اپلیکیشن داره. در واقع شما باید توی این سرویس ثبت نام بکنید، اما مزیت خیلی خوبی که داره اینه که شما نیاز نیست بیاین تا اینجاها حالا مثلا DNS ست کنید، چون واسه بعضی سایت ها ممکنه مجبور باشید این DNS ها رو بردارید. سرویس 403 اپلیکیشن داره. به کمک اپلیکیشنش، حالا مثل اینکه برای اندروید هم اپلیکیشن زدم، ولی حالا نسخه ویندوزش حالا ببینیم چه نسخه‌ای داره. ویندوز داره و اندروید میتونید در واقع استفاده کنید. DNSش هم همچنان میتونید از همون روش قبلی در واقع ست کنید. خب من قبلا 403 رو دانلود کردم و حالا این سرویس 403 هستش که من دانلود کردم. دو تا روش هم داره. یه روش DNS داره، یه روش حالت در واقع VPN که هر دو تا روشش خوبه. معمولا حالت من از روش حالا VPNش استفاده میکنم. اینجا میتونید نام دامنه رو بنویسید، نام اون سرویسی که هست، حالا جستجو کنید، بررسی کنید، بهتون میگه حالا میتونید از DNS استفاده کنید یا حالا از اون حالت VPNش استفاده کنید. من سرویس 403 رو فعال میکنم. الان سرویس 403 فعال شد. یه راهش این که متوجه بشیم الان داریم در واقع الان میتونیم تحریما رو بشکنیم چیه؟ سایت
developer.android.com تحریم هستش و ما به هیچ عنوان نمیتونیم این سایت رو باز کنیم. اما میبینید که با سرویس 403 در واقع این سایت باز شد. این سه تا از معروف ترین سرویس های تحریم شکن بود. سرویس های تحریم شکن دیگه هم هستن. اگر میتونید از ویتوری میتونید استفاده کنید، به هر حال از وی پی ان های قدرتمند میتونید استفاده کنید. دیگه بستگی داره به شما که از چه سرویسی بخواید استفاده کنید. خود من شخصا از سرویس 403 استفاده میکنم. این از اینکه ما میخوایم از تحریم ها گذر کنیم. دیدید خیلی کار سختی هم به هر حال نیستش. مرحله دوم بچه‌ها اینه که ما به کمک یک ابزاری شروع کنیم در واقع برنامه‌نویسی به زبان دارت. من یک در واقع کلمه رو بگم بهتون که با هم دیگه بررسیش کنیم. SDK یک کلمه‌ایه که احتمالاً زیاد به گوشتون بخوره. SDK مخفف Software Development Kit یا بسته توسعه نرم افزاری هستش. شما توی زبان‌هایی مثلا جاوا، دارت، حالا کاتلین و غیره و حتی فلاتر نیاز به SDK دارید. SDK چیه؟ SDK یک سری از همونجور که از اسمش معلومه یک سری ابزارها هستش که مجموعی از ابزارها هستش که در واقع به ما کمک میکنه ما میخوایم به اون زبان برنامه‌نویسی بکنیم. مثلا SDK دارت یک سری ابزارها هستش که اون کدی که ما به زبان دارت می‌نویسیم و در واقع حالا ترجمهش میکنه و حالا مثلا بهینه‌سازی‌ها، فشرده‌سازی‌ها و یک سری چیزهای دیگر رو انجام میده. ما برای اینکه بخوایم توی این دوره در واقع به زبان دارت کار کنیم دو تا روش پیش رومون هستش. یا اینکه در واقع از سرویس های آنلاین استفاده کنیم که نیاز به هیچ پیش نیازی ندارن و حتی شاید بتونید شما روی موبایلتون هم برنامه‌نویسی انجام بدید. این راه دومش اینه که SDK دارت یا حالا فلاتر رو دانلود کنیم که حالا ما در ادامه آموزش راه اندازی SDK دارت رو میگیم. من اول روش سریعتر و آسان‌تر رو بگم. استفاده از دارت پد. دارت پد یک سرویس آنلاین هستش که شما فقط ابزاری که نیاز دارید در واقع یک تحریم شکن هستش. من دارت پد اگر جستجو بکنم تو مرورگرم میبینید که یک همچین صفحه وب هستش dartpad.dev. حتما مطمئن بشید که از یک سرویسی در واقع استفاده میکنید، از سرویس تحریم شکن، چون که یک سری چیزایی که داره نیاز دارن که خودش به خودی خود باز میشه، اما موقعی که میخواین دکمه رانو بزنید یه سری ارور میده، میگه که در واقع نمیتونم حالا یه سری فایل رو دانلود بکنم. ولی با تحریم شکن خیلی راحت میتونید ازش استفاده بکنید. من دکمه رانو اگر بزنم، حالا خودش این ابتدا یه کدی نوشته، دکمه رانو که بزنم برای تستش میبینیم که از 1 تا 10، حالا هلو 1، هلو 2، هلو 3 تا هلو 10 رو برای ما اینجا داره نمایش میده که این نشون دهنده اینه که به درستی داره کار میکنه. نکته که هستش اینه که این سرویس دارت پد همیشه در دسترس ما هستش، اما خب بالاخره یک سرویس آنلاین نیازه که شما دسترسی به اینترنت داشته باشید و دسترسی دائمی به یک سرویس تحریم شکن داشته باشید که بتونید ازش استفاده بکنید. اما توی دوره ما هم شما میتونید خیلی راحت از دارت پد استفاده کنید و نیاز نیستش که حتما دارت SDK رو دانلود بکنید. اما روش دوم اینه که شما SDK دارت رو دانلود بکنید. برای دانلود دارت SDK خیلی راحت میتونید جستجو کنید، بنویسید مثلا how install dart SDK. اولین پیشنهادی که میاره خود صفحه dart.dev هستش که اینجا یه سری توضیحات نوشته،
میتونید مطالعه بکنید. پیشنهاد میگه که از یک پکیج منیجر به کمک یک پکیج منیجر دانلودش بکنید که حالا واسهتون توضیح میدم و حالا روش‌های مختلف برای ویندوز و لینوکس و مک او اس توضیح داده که باید در واقع چه کار انجام بدید. دومین پیشنهادش سایت گیکس فور گیکس. تو این سایت باز روش‌های مختلف رو توضیح داده که چجوری ما بتونیم دارت استیکی رو نصب کنیم. من حالا برای نسخه ویندوزش رو توضیح میدم که در واقع باید چیکار. اول اینکه میگه که شما میتونید اینجا بیاین و در واقع دارت استیکی رو از این لینک دانلود بکنید. حالا انگار حالا اومد بالا. از این لینک حالا بیاین اینجا و در واقع دانلودش بکنید که حالا انتخاب میکنید مثلا بتا چنل میخواین یا دف چنل که طبیعتا ما از دف چنل استفاده میکنیم. بتا چنل نسخه پایداری نیست، حالا دف چنل هم هست ولی میخوام از استیبل چنل در واقع دانلود کنیم، چنل یا اون کانال پایدار استفاده میکنیم. حالا توضیح داده گفته که شما باید این نسخه رو دانلود کنید مطابق با اون معماری سیستم عاملتون x64 و یا غیره دانلودش میکنید و اکسترکتش میکنید، از حالت فشرده خارجش میکنید، CMD رو توی همونجا باز میکنید و عبارت دارت اگر بنویسید باید یک همچین پیامی به شما نمایش بده. ولی بچه‌ها روش راحت تر چیه؟ اینی که ما از چاکلتی یا حالا شکلاتی استفاده بکنیم. چاکلتی یا شکلاتی هم شما بالاخره باید در واقع نصب کنید رو سیستمتون. من قبلا روی سیستمم نصب کردم. این که متوجه بشیم چجوری روی سیستممون نصبه، الان پاورشل ویندوز رو باز میکنید. اگر میخوایم باز کنید ببینید میچید پاور شل اینجا میاره دیگه، پاورشل رو واسهتون میاره، باز میکنید. حالا من اینجا پاورشل رو باز کردم و عبارت چوکو رو که بنویسم نسخه پکیج منیجر چاکلتی رو به من نشون میده. چاکلتی پکیج منیجر وظیفه‌شون اینه که در واقع اون نرم افزاری که شما دانلود میکنید و از نظر اینکه چه نسخه‌ای دارید استفاده میکنید، آیا نسخه جدیدی اومده یا مثلا این نسخه دیگه پشتیبانی نمیشه، مدیریت کنن. در واقع یک مدیریت کننده اون نرم افزارهایی هم که شما روی سیستمتون نصب میکنید. چاکلتی هم یک پکیج منیجر برای در واقع ویندوز. شما با حالا دستور چوکو اینستال دارت استیکی میتونید نصبش کنید و اگر دارت استیکی داشته باشید میتونید با چوکو این آپگرید دارت استیکی در واقع آپدیتش کنید. در ادامه توضیح داده که باید حالا اون مسیری که چه از این طریق دانلود میکنیم چه از اینجاها، این مسیر باید در واقع پوشه بین آدرس دی بشه توی environment variable. environment variable اگه بخوایم بهش بچه‌ها دسترسی داشته باشیم، اینجا کلیک راست میزنیم، به تنظیمات میریم، سیستم و about. این یک روششه و حالا advanced system setting. advanced system setting رو بزنیم یک همچین صفحه‌ای برام میاد و میتونیم اینجا environment variable رو انتخاب بکنیم. حالا یه نیو میزنیم طبق اون چی که حالا توضیح داده خودش، باید ادیتو بزنیم و حالا اون آدرس رو به سایر آدرس اون دارت استیکی رو به سایر آدرس ها اضافه بکنیم. این یه روش اینی که environment variable رو بالا بیاریم. یه روش دیگه اینی که اینجا بنویسیم environment variable که بنویسین اینجا باز بهش دسترسی داریم. خب آموزش لینوکسش هم هست و حالا آموزش مکش. این سایت هایی که من الان آوردم حالا به روز هستن دیگه، با توجه به تاریخی که ما داریم اینو ضبط میکنیم 2024 هستش. سایت های ایرانی هم من دیدم، سایت های زیادی هستن، شما میتونید برید اونجاها و اونا هم به خوبی توضیح دادن که چجوری در واقع دارت استیکی رو نصب کنیم. بعد از اینکه بچه‌ها دارت استیکی رو در واقع دانلود کردیم و توی سیستممون
تعریفش کردیم، ما نیاز داریم به یک محیطی که در واقع در اون برنامه نویسی بکنیم. خب شما اگر انتخاب کرده باشید از دارت پد استفاده کنید که دیگه اصلا تا اینجا نمیاین که مراحل جلو ببرید، اما اگر میخواین از همین روش دارت استیکر استفاده کنید که روش پایه هستش، نیازه که شما یک محیط برنامه‌نویسی داشته باشید که برای این کار شما میتونید از محیط‌های زیادی هستن، اما دو تا محیطی که من پیشنهاد میدم، یکیش وی اس کد، یه محیط دیگه اندروید استودیو که به شخصه خود من اندروید استودیو رو ترجیح میدم، اما هیچ فرقی بین این دو تا محیط واقعا نداره. اون چیزی که ما توی آموزشمون کار میکنیم استفاده از اندروید استودیو هستش که حالا من نصب دارمش. اما برای نصب اندروید استودیو هم خیلی راحت شما میتونید اندروید استودیو رو در واقع دانلود بکنید. اینجاها همون developer.android.com دانلود اندروید استودیو هستش. اگر انتخاب بکنیم دانلود اندروید استودیو کوالا، نسخه ای که در حال حاضر هستش کوالا، شما میتونید رو دانلود بکنید، خیلی راحت نصب میکنید. بعد از اینکه نصب کردید حالا احتمالا با یک همچین صفحه‌ای مواجه بشید. البته خب من یه سری پروژه از قبل دارم. اینجا باید نیو پراجکت رو انتخاب بکنید. بعد از اینکه نیو پراجکت رو انتخاب، حتی عذرخواهی میکنم، باید نیو فلاتر پراجکت رو انتخاب بکنید. بعد از اینکه انتخاب کردید که همچین صفحه میاد، بعد دارت رو انتخاب بکنید. تب دارت، توی قسمت دارت میبینید همونجور که میبینید این مسیر دارت استیکه من هستش در حال حاضر، مسیر پیش‌فرضش همینه سی فلاتر بین. حالا من مسیر دارت استیکی خودم دارم. اگه دقت کنید من از طریق روش فلاتر استیکی دارم استفاده میکنم، اما من قبلا نسخه ای از دارت رو هم نصب داشتم. حالا اگر برم تو سیستمم توی پوشه ها میتونم نمایش بدم. اجازه بدید من یه لحظه بیارمش. خب توی پوشه من پیدا کردم اون جایی که بود، توی پوشه فلاتر تولز هم بود دارت استیکر. میبینید اینا استیکر فلاتر هستن، این یکی فقط دارته. نکته که وجود داره اینه که شما اگر استیکر فلاتر رو دانلود بکنید، در کنار اون استیکر دارت رو هم دارید. خب اما میتونید به صورت جدا هم در واقع استیکر دارت رو دانلود بکنید. اگر به صورت مستقیم خواستید استیکر فلاتر رو دانلود بکنید که حالا توی دوره فلاترمون در واقع استفاده کنیم، توی پوشه حالا اون فلاتر بین کش و دارت استیکر اونجا قرار گرفته. اما اگر نه به صورت مستقیم دارت استیکر دانلود بکنید، خب مسیرش همین میشه و این مسیر رو اینجا کپی میکنم، کنترل سی میگیرم، اینجا و پیستش بکنم. نسخه‌ای که داره استفاده میکنم به هر حال بهم میگه دیگه، میگه که این نسخه 2.18 هستش. اما اگر حالا شما دانلود بکنید 3.4.4 باید باشه یا یک همچین نسخه بالاتری باید باشه. خب نکست رو میزنیم. نام پروژه رو، حالا نام پروژه رو باید بنویسیم. اینجا ما پیش فرض میذاریم بمونه نام پروژه رو، و حالا بعد از اینکه نام پروژه رو نوشتیم کرییت رو میزنیم. حتما بچه‌ها تو این مرحله به یه تحریم شکنی وصل باشید، وگرنه شما رو در واقع به درد سر میندازه، چون که اینجاها نیاز داره یه سری بسته ها رو دانلود بکنه و جو پاپکت رو من اگر بزنم، محیطی که در واقع شما توی اندروید استودیو دارید همچین محیطیه و کاری که ما کلا انجام میدیم توی این پوشه بین اینجاها untitled.dart هر آنچه که اینجا هست رو پاک میکنیم و حالا برای سادگی هم که شده میایم اینجا و اینجاها این کدی که دوستمون قبلا اینجا نوشته رو کپی میکنیم. شما میتونید هر کدی بنویسید دیگه. این کد رو کپی میکنیم و من اجرا میکنم. میبینیم که همون هلو 1 تا 10 رو برای ما چاپ کرد.
مجددا تاکید میکنم هیچ فرقی بین این دو روش وجود نداره، اما ما طبیعتا از این محیط استفاده میکنیم. پیشنهاد من این هستش که حتما در واقع از اندروید استودیو و حالا از دارت استیکی استفاده بکنید، به خاطر اینکه خیلی خوبه که با این محیط عادت بکنید. فرقی هم نمیکنه، باز میگم میتونید از VS Code هم استفاده بکنید، میشه توی این دوره از دارت پد هم استفاده کرد، ولی چون که ما توی دوره فلاتر دیگه مطلقاً از اندروید استودیو استفاده میکنیم، حالا ممکنه یه سری تنظیمات نیاز باشه که شما اعمال کنید توی پروژهتون در طول دوره، حالا نمایش میدم، راحت تر هستش که شما از اندروید استودیو استفاده بکنید. خیلی خوشحالم که این ویدیو رو تا اینجا دنبال کردید، امیدوارم که کمکتون کرده باشم. نکته که وجود داره این که ممکنه این روش ها یه تغییرات جزئی به هر حال داشته باشن با توجه به اون در واقع زمانی که شما دارید این ویدیو رو مشاهده میکنید. حتما میتونید برید از توی اینترنت گوگل کنید دیگه، راحت جستجو کنید و ببینید روشی که در حال حاضر هستش به چه صورته. کاری که من الان انجام دادم همین بود دیگه، خود من اومدم واسه شما جستجو کردم، با هم دیگه جستجو کردیم و در واقع دیدیم که باید به چه صورتی دارت رو راه اندازی بکنیم. اگر احیانا به مشکلی برخوردید حتما کامنت کنید واسه من، یا اینکه در نهایت از دارت پد استفاده کنید دیگه. خیلی خوشحالم که یه ویدیو دیگه رو هم با هم دیگه داشتیم و شما موفق شدید دارت استیکی رو نصب کنید و با استیکی اینجا آشنا شدیم، با یک تعدادی تحریم شکن آشنا شدیم و اولین کد دارتمون رو هم اجرا کردیم. از جلسه دیگه انشالله شروع میکنیم از مقدمات و مسائل پایه دارت با هم دیگه صحبت میکنیم و در واقع دوره خودمون رو جلو میبریم. تا بعد، خداحافظ شما.